مردن گفت افلاطون و مر حیف، دانا مردن و سن حیف، نادان زیستن. سعدی سر به انواع خانقاه ها زد، پیران زیادی رو در رشته به قول خودشون طریقت که ضلالت با کلمه طریقت اسم برده میشه دید. بعد اومد گفت صاحب دلیزه به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست اهل صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفتم گریم خویش بدم میبرد ز موج، این سعی میکند که بگیرد غریق را. این عالمان منشی اند، این عالمان هدایتگرند، این عالمان وارثان انبیاء خدا هستند. با شرایطی که دارند گوشه‌ای از اون شرایط رو میشنوید. این عالمان معنای کشتی حیات و زندگی جامعه. این عالمان جای خالی انبیا و ائمه طاهرین رو پر میکنن. این عالمان به این آسانی قابل معرفی نیستن، خودشون هم به خاطر اخلاص و تواضع باطنشون حاضر نشدن خود رو بنمایانند، یعنی معنویتشون. البته علمشون رو نمایوندن ولی اون باطن ملکوتی و عرشی خود رو نخواستن بنمایان. اخلاص بسیار بسیار عظیم و پرمایه‌شون نگذاشت تا خورشید باطنشون رو کسی تماشا بکنه. گفتم گریم خویش بدم میبرد ز موج، این سعی میکنن که بگیرن غریق. بسیاری از اینا روی منبر درس از دنیا، بسیاری از اینها روی منبر تبلیغ حلال و حرام خدا از دنیا، بسیاری از اینها در حال مطالعه، یعنی بالاترین عبادت، از دنیا رفتن. بسیاریشون در حال نوشتن از دنیا رفتن. اینطور که نقل میکنن حتی یکی از این نوع انسانها وقتی که در قبر از سکته قلبی در میاد و به این نتیجه میرسه که خیال کردن مرده، غسلش دادن، او رو دفن کردن، با پروردگار در خلوت قبر صحبت میکنه الهی اگر منو برگردونی و قرآنت کار خواهم کرد و به خاطر جهتی
70 میلیون نفر رو میتونیم تبابت کنیم. ما خیلی طبیب کم داریم. ما بهداشت معنوی بسیار ضعیفه، چون طبیب کم داریم. بعضیان که برای تحصیل این علم میان از اول نیتشون اداری شدنه، نیتشون این نیست که این مدارس و آیاتی که خلق من تلاوتنه پر بکن، مقام مرجعیت رو پر بکن، مقام تفسیر رو پر بکن، مقام منبر رو پر بکن، مقام محراب رو پر بکن. ما میتونیم در یه بخشی از دانشگاه کدشنگاری‌های متدین با سواد بار بیاریم برای ادارات و برای مراکز لازم و حوزه رو سوق بدیم به طرف پر کردن خلأهایی که دلبل گفت و امام هشتم خون گرفت. این علم که پله‌ای از پله‌های لازم برای عروج به قله عظمت در درجه اول علم توحیده، علمی که موضوعش از اعظم موضوعات و بعد هم علم فقه، علم شناخت مسئولیت ها، علم شناخت تکالیف که امروزه در همین کتاب‌های با عظمت فقهی و اصولی مقدماتش فراهم شده و خوندنش برای ورود به این علم لازم و واجبه و اینکه بعضی از کم ظرفیت‌ها بشینن بگن رسائل و مکاسب و کفایه و این فقه و بالاخره بخونیم برای چی؟ برای کی؟ برای چی؟ یک جوانی 4 سال 5 سال میره یک توپی رو با نوک پایی برونور میکنه، بعدم میاد تو تیم ملی، بعد 4-5 سال به 1 میلیارد ثروت میرسه. ما بخونیم آخرش بشه، بخونیم تا کن نبی فی امتی بشیم. اینی که به دست میاد بالاتر اون 100 میلیون تومن و 1 میلیارد تومن، رضای خدا در این علم به دست میاد. این مهمتره یا هنرمندی که با 4 تا فیلم ساختن میلیاردر میشه. اون چه که از این علم به دست میاد در طول اونیه که برای انبیا به دست اومد. کدام ثروتمند در این عالم بالاتر از امیرالمؤمنین که قرآن مجید دربارش برای یک شبش میگه، یک شبش و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که یه آدم چشمداری و یه آدم روشنی و یه آدمی که قبل از تکلیف تا شب مرگش نماز شبش با گریه و ناله ترک نشد، خودش گفت و من هم با این به گوش خودم شنیدم، آدمی که مرحوم آیت الله العظمی حائری اجازه اجتهاد بهش داد. ایشون میفرمود ثابت اون شب عقیب اگر روز قیامت خدا ظهور بده و از آدم تا آخرین انسان ظرف عمل و ایمانشون خالی باشه، خدا بگه از ثواب اون شب عقیب کل ظرفا رو
جاهل بود و من تعلمم للقول دون العمل ما منافق. این علم رو نباید فرمون کرد. کسی تلنگر به این علم بزنه ریشه‌ش رو میکنه. خیلی این علم ارزش باید بفرمانم با این علم چگونه برخورد. این گوهری که خرج تکبر بشه. این گوهری نیستش که خرج بشه من زبان پیدا کنم در هر جلسه‌ای اظهار فضل بکنم برای نمایاندن خودم و من تعلمه للقول دون العمل ما منافق و من تعلمه للمناصره. کسی که این علم رو بیاموزه برای اینکه با عالمان دیگه بیشینه بحث بکنه، سینه سپر بکنه، جهان ببین چه خبره، ما تفاصل و من تعلمه لکثرت المال ما تزندیقا و من تعلمه للعمل ما تعارف. اما اونی که این علم رو برای عمل میخواد، برای خدایی شدن میخواد، برای ادای مسئولیت ها و تکالیف میخواد، او عارف بالله میمیره. او عارف به حقایق از دنیا میره. این همونیه که وقتی بمیره لا یصدها شیء نکره در سیاق نفی هیچی جاش نمیمونه. و اما پله ادب، اینا با این پله قله عظمت و انسانیت رو فتح کردن. ادب در مقابل حق، این ادبیه که پیغمبر ازش اسم برده ادبنی ربی فاحسن تأدیب. ادب در مقابل خدا به اینه که انسان در مواقع اوامر الهیه به اطاعت برخیزه و از نواهی الهیه کناره‌گیری. ادب در مقابل حق به اینه که خودم رو کنار او به حساب نگم یکی تو یکی هم من، نگم اوتی تو علا علم من علمی، نه ورد وجودم این باشه لا حول ولا قوة الا بالله. ورد وجودم این باشه لا اله الا الله. ورد وجودم این باشه لا مؤثر فی الوجود الا الله. ورد وجودم این باشه لیس فی الدار غیره دیار. ورد وجودم این باشه عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. وردم این باشه العبد و ما کان و ما فی یده کان لمولا. ادب در مقابل خدا، ادب در مقابل پیغمبر که نهایتش همونیه که در سوره احزاب آمده تسلیما و سلموا تسلیما با مفعول مطلق، یعنی یه تسلیم
امام صادق فرمود 3 خصلت داشت. اولین خصلتش این بود عمرانه خواسته از خواسته خودش رو بر خواسته امیرالمؤمنین ترجیح داد. ویژگی دیگرش این بود عاشق فقرا و مساکین و مستمندان بود. به طرف پولدارا و کارخونه دارای متکبر متکی به مال نمیچربید. اگر جلسه رو برپا کرده وظیفه شرعیش معنی نداره من منبر پیغمبر و خرج تملق و تعریف کی هست در مقابل زحمات انبیا و ائمه من چقدر خرج کرده، چیکار کرد؟ پیغمبر به اون با عظمت به پروردگار با گریه میگفت ما عرفناک حق عبادت و ما عرفناک حق معرفت. ادب در مقابل مردم مؤمن از ابنت علی المؤمنین، ادب در مقابل نعمت که یه لقمه رو در کارگاه وجود خودش حروم نکن، یه پر ریحون رو، یه پر سبزی رو، یه عدد برنج، هر چی رو میده به این کارگاه تبدیل بکنه به پوشش مثبت. مرحوم آیت الله العظمی جلاله‌ای و ارباب می‌فرمودند، من از ایشون شنیدم، خودم اون مردی که کمتر مانندش در حوزه ها در اصفهان که ابدا تا حالا ندید، فرمودن آخوند کاشی استادم سبزی که می‌خرید تمام سبزی‌ها رو خودش پاک می‌کرد و یه دونه برگ سبزش رو کنار می‌گذاشت. بهش گفتن وقتگیره، ساغر بگیرین انگشتتون رو بذارین رو ساقه بکشین زود پاکش کنین. می‌فرمود نه، یه دونه برگ ریحون، یه زهره تره، یه برگ تربچه اگه از زیر دستم در بره فردای قیامت به خدا بگه من میلیاردها کانال رو گشتم تا به انسان برسم و از طریق انسان به عبادت تو این منو محروم کرد. چی جواب خدا؟ اسرافکاری‌های الان محصول جهل و بی‌ادبی در مقابل نعمت، ادب در برابر نعمت. و اما تقوا، این هم یک که می‌دانید یکی از میدانهای وسیعی که در
اون جواب خود رو قانع کننده میدادن، اومدم رد بشم ادامه بدم درس رو. اون بزرگوار گفت آقا اینجا مجلس روضه‌خونی نی، مجلس علم. اون وقت این مرد روی همین ملت برگشت گفت من اون روزی که از تبریز در اومدم برای آخوند شدن به عشق این که روضه‌خونه عربی
نسألك على باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد مزین کردن مدرسه این مرجع بزرگوار رو انشاءالله از همه‌شون با مولاشون امیرالمومنین باز هم این سال ارواح طیبه همه گذشتگان امام مناجر گذشته مخصوصا حضرت آیت‌الله عثمان میرزا جواد آقایی تبریزی همه با هم فاتحه و الصلوات. در محمد و آل محمد صلوات.